عزیزان من، از حالت غریبی این ملت پرسان نشد، از عزت ملت پرسان نشد، از آبادی ملت پرسان نشد. چرا از این بیشتر ملت را در بدر میکنید؟ ای ظالم، ای فاسقی که پول ملت را به هدر مصرف کردی، کجا شد؟ در روز قیامت چه جواب میگی؟ در مقابل این غریبانی که پدری که نان خوردن ندارد چه جواب میگی؟ در مقابل خواهری که نان خوردن ندارد چه جواب میگی؟ ولیکن عزیزان من، ما امروز کس نداریم. امروز کسی نیست که واقعا غم این ملت را بخورد. امروز عزیزان من، کسی نیست که به داد ملت مظلوم و غریب افغان برسد. ای عزیزان من، که ها را در قدرت روان کردید، که ها را امیر خود انتخاب کردید، که ها را سردمدار خود انتخاب کردید، که ها را رهبر عزت و ناموس شرف خود انتخاب کردید. عزیزان من، هر کدام اینها در غم جیب خود، در غم ثروت خود، به خدا قسم در غم ملت یک شب ندیدیم، یکشان را نشنیدیم که در غم این ملت یک روز بگه 6 میلیارد افغانی به خاطر کرونا، نه 3 میلیاردش برای غریبان توزیع بکنید. عزیزان من، چه اندازه مشکلات 6 میلیون افغانی یا 600 میلیون افغانی عزیزان من تنها در ولایت کابل از نان خشکی که به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا برای غریبان توزیع میشد، این سردمداران من و شما خوردن. عزیزان من، چقدر بر بالای این ملت رنج، غم، مصیبت از دهن ملت غریب میکنند، برای خود آذوقه و بالاخره جیب بانکی خود را زیاد میکنند. برایشان میگویم یک بار دیگر نظر بکنید، این ملت غریب است، این ملت نادار است، این ملت بیکس است، این ملت شهید دادن، این ملت اسیر دادن، این ملت برادرش در پشت دندان دشمن است، این ملت برادرش غریب شد. از این ملت کسانی هست که در کشورهای خارجی رفتن، در راه و مسیرش در پشتهای زندان، بالاخره در بندیخانه های کشورهای دیگر، در ایران رفتن بندی شدن، بالاخره در مرزها جان دادن. از اون ملت، از اون فرزند، از اون برادر، از اون مادری که امروز از فراق فرزندش در کشورهای دیگر روان شده، از هر لحظه به یادش می آید، نان در دلش، در بدنش نمی گنجد، خواب در چشمش نمی آید، بالاخره زندگی خود را نمی داند. یکی پی دیگر در روز قیامت از تو سردمدار و از تو رئیس جمهور و از تو والی و از تو وکیل و از تو وزیر و از تو قماندان، یکی پی دیگر خداوند در روز قیامت دست اینها را در گریبانت می اندازد و می پرسد چرا متوجه نشدی؟ چرا غم این ملت رنج دیده و درد دیده و هر دم افتیده و شهید و زخمی را متوجه نشدید؟ عزیزان من، به کجا صدا بزنیم؟ به کجا فریاد بکشیم؟ عزیزان من، فقط یگانه راهی که برای ما مانده است دروازه پروردگار دعا بکنیم و صدا بالا بکنیم که ای الله، فقط یک دری هست که اون در هم دری تو است که فریاد ما را بشنوی.